مقامات تاجیکستان گفتند تا ماه روان حدود 2 میلیون نفر سیمکортҳояшонро аз нав ва бар асоси шиносномаи нав сабт кардаанд. با шиносномаи намунаии соли 2014 1,883,385 симкорт ба қайд гирифта шудааст. мо наметавонем беш аз 1 миллион нафар бигӯем, чун як нафар метавонад 2 ё 3 симкорт дошта бошад. ҳарчанд мувофиқи қарор набояд аз 2 симкорт зиёд бошад. این مسئول خدمات علاقه دقیق نگفت چند نفر یا چی تعداد سیمکارت دیگر باید تا ماه اوگوست ثبت نامی دوباره شود، اما تاکید کرد که در مجموع در کشور امروز حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبیلی استفاده میبرند و تقریبا 5 میلیون نفری آنها مشتریان فعال هستند. بر اساس دستوری حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگرباره شماره‌های مشتریان شرکت‌های تلفنی به نامشان باید تا 15 اوگوست به پایان رسد. تا انجام این مهلت همگی یک ماه دیگر باقی ماند و بر اساس معلومات شرکت‌های موبیلی بیش از 3 میلیون سیمکارت با شناسنامه‌های کاغذی فروخته شده است. سوالی که اکثریت را حال و تشویش می‌دهد این است که آیا در مهلت باقی مانده امکان عوض نمودن این چند میلیون شناسنامه امکان پذیر هست تا ساکنان سیمکортҳояшонро را از دست ندهند؟ از اون مشاهده‌ای که امروز شخصا خود من میبینم، مثلا در مرکزهای شناسنامه‌ای من فکر میکنم که گمان است که در مهلت مقرر شده همه صاحب شناسنامه نو شود برای عوض کردن سیم کارت ها و ببینید که مثلا که در مدتی که از ماه فوریه تا امروز نزدیک 2 میلیون اگر ثبت شده باشد، حالا که نزدیک که زیاده از 6 میلیون داریم، خیلی وای است. من گمان میکنم که باید تمدید شود. مقامات امیدوارند ساکنان را در این مهلت با شناسنامه نو تامین میکنند. یک قسم اهالی الکی دارد چنین پاسپورت های. یک قسم اهالی حالا پاسپورت نگرفته است. من در دارم جوانان را. این با اونها تعلق دارند که پاسپورت های وی کهنه دارند. برای من فکر میکنم کار میکنند که یک من وی پاسپورتی در نزد خانه من هست تا ساعت 1-2 شب میبرید کار کرده است. کار میکنند. باید کنند. اگر نشد تمدید خیلی بعد اگر نشد بعد میبینیم. مسئولان خدمات علاقه دقیق نگفتند که سیمکارت آنهایی که تا 15 اوگوست با شناسنامه نو به قید نمیگیرند خاموش می شود یا نه، ولی گفتند احتمال مسئله تمدید به قیدگیری دوباره سیمکارت ها را به حکومت پیشنهاد میکنند. این هم در حالی است که با نزدیک شدن ماه اوگوست نوبت در اداره های شناسنامه‌دهی در راستر و نگرانی و سر و صداها هم اطراف این موضوع بیشتر می شود. در ضمن مسئولین خدمات علاقه در رابطه با نگرانی مهاجران مهنتی تاجیک که در روسیه قرار دارند گفتند آنها هم در این مسئله استثنا نیستند و باید در مهلتی معین شده سیمکارت خود را با شناسنامه نو ثبت نام دوباره کنند.